کریستوفر نولان، مردی که با کارهاش هالیوود رو به زانو در آورد. کارگردانی که برای درک کردنش باید هر فیلمش رو چند بار ببینید. کریستوفر ادوارد نولان در 30 ژوئیه 1970 توی لندن به دنیا اومد. پدرش یک مدیر تبلیغاتی و مادرش مهماندار هواپیما بود. همینطور نولان 2 برادر داره به نامهای جاناتان نولان که بعدها یکی از مهمترین همکارانش در نویسندگی شد و متیو نولان که در زمینه معماری فعاله. نولان از سن خیلی پایین و حدود 7-8 سالگی علاقه شدیدی به سینما و داستانگویی داشت و از همون موقع با یک دوربین 8 میلیمتری که برای پدرش بود فیلم برداری میکرد و عاشق فیلم استار وارز بود. نولان دوران مدرسه‌اش رو در مدارس خصوصی انگلستان گذروند اما نتونست در رشته فیلمسازی وارد دانشگاه بشه. بنابراین تصمیم گرفت در دانشگاه UCL ادبیات انگلیسی بخونه. اما دلیل اصلیش استفاده از تجهیزات فیلمسازی این دانشگاه بود و در همون دوران هم چند تا فیلم کوتاه ساخت. مسیر حرفه‌ای نولان بعد از دانشگاه شروع شد. نولان مدتی به عنوان دستیار کارگردان و تدوینگر مستقل کار کرد و در سال 1998 یک فیلم سیاه و سفید به نام فالوینگ ساخت که باعث جلب توجه منتقدین شد. اما فیلم دوم نولان به نام مومنتو نقطه عطف زندگی نولان بود. فیلمی که برای اولین بار استعداد و خلاقیت منحصر به فرد نولان رو به دنیای سینما نشون داد. فیلم مومنتو بر اساس فیلمنامه جاناتان نولان برادر کریستوفر نولان ساخته شد و داستان اون به صورت معکوس زمانی روایت می شد و این ساختار خاص نولان رو به یکی از خلاق‌ترین کارگردانان قرن 21 تبدیل کرد. بعد از موفقیت فیلم مومنتو توجه استودیوهای بزرگ هالیوودی به نولان جلب شد و در سال 2005 نولان شروع به ساخت فیلم بتمن کرد و با سگانه شوالیه تاریکی یک دوران طلایی رو رقم زد. بعد از موفقیت سگانه بتمن نولان سراغ پروژه‌های پیچیده‌تری رفت و در سال 2010 فیلم اینسپشن رو ساخت که کمتر کسی هست که این فیلم رو ندیده باشه. این فیلم برنده 4 اسکار شد و ترکیبی از روانشناسی، فیزیک و فلسفه بود. شاهکار بعدی نولان اینترستلار بود. فیلمی درباره سفر در فضا و زمان برای نجات بشریت که نولان برای حفظ دقت علمی با فیزیکدان مشهور کیپ سورن در این فیلم همکاری داشت. فیلم‌های بعدی نولان هم بعضا با پیچیدگی‌های بیشتری مثل فیلم تنت همراه بودن و به چالش کشیدن ذهن مخاطب از علایق کریستوفر نولان بود و هست. اما یک سری عادت‌های خاص در شخصیت نولان وجود داره که باعث جذابیت و موفقیت بیش از حد کارهاش میشه که شاید برای همکارانش کمی ترسناک باشه. گفته میشه که نولان هنوز از ایمیل، گوشی هوشمند و لپتاپ شخصی تا جای ممکن استفاده نمی‌کنه و حتی فیلمنامه‌هاش رو با ماشین تحریر می‌نویسه. نولان حتی استفاده از موبایل و وسایلی که باعث حواس پرتی میشن رو سر صحنه فیلم‌هاش ممنوع کرده و گاهی حتی وجود بعضی وسایل مثل صندلی که میتونه باعث نشستن زیاد و کمکاری بشه رو محدود میکنه. نولان به شدت سعی میکنه از جلوه‌های ویژه کامپیوتری کمتر استفاده بکنه و همه صحنه‌های فیلم‌هاش رو به صورت واقعی فیلم برداری کنه و همین هم باعث میشه که انقدر برای مخاطب باورپذیر باشه. فیلم‌های نولان تا الان بیش از 49 بار نامزد جایزه اسکار شدن و خود نولان هم در سال 2024 اسکار بهترین کارگردانی رو برای فیلم اوپنهایمر دریافت کرد. کریستوفر نولان کسی بود که دانشگاه فیلمسازی قبولش نکرد، اما امروز دانشگاه‌های سینمای جهان آثارش رو تدریس می‌کنن. اگر شما هم طرفدار کریستوفر نولان هستین، اسم فیلم مورد علاقتون از نولان رو توی کامنت ها بهمون بگید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب خودتون از کانال ما حمایت کنید.